علوم انسانی که روح دانشه و جهتگیری همه علوم رو مشخص میکنه و مسیر حرکت اونها رو رقم میزنه، اگر مبتنی بر بشرگرایی باشه علوم بشری رو شکل میده. نماینده علوم بشری امروزه به عنوان علوم انسانی غربی شناخته میشه، علومی که نگاه مادی گرایانه‌ای به هستی و به انسان دارن و معتقدن انسان زیر مجموعه طبیعته و در واقع انسان رو حیوان تلقی میکنن و معتقدن انسان یا دارای اجداد حیوانیه و از نسل حیواناته و یا غرایز حیوانی داره و شبیه سایر حیوانات مبتنی بر غرایز زندگی میکنه و یا اینکه یک یا چند خصوصیت متمایز نسبت به سایر حیوانات داره و خودش هم حیوان تلقی میشه و در دسته‌بندی که صورت میده حیوانات رو به دو دسته، حیوانات انسان و حیوانات غیر انسان تقسیم میکنه. علوم انسانی غربی یا علوم حیوانی به حیوان سازی دست میزنه، یعنی خروجی این علوم حیوانیه که دارای سبک زندگی حیوانی و خصوصیات حیوانیه، بشریه که هم سطح حیوانات قرار داره و از شأن انسانی خودش هبوط کرده و هرگز نمیتونه به مقام انسانی دست پیدا کنه، چرا که یک نگاه کاملا مادی به هستی داره و هیچ یک از متعلقات هفتگانه ایمان در او شکل نگرفته.